کربلا کرد دل شکستم را اسیر و مبتلا. وقت امام حسین اینقدر مرید دارن، تو گذشته تو حالا میرفته زیارت امام حسین وقتی که امام حسین علیه السلام قبری نبوده، حتی مثل قبور مردم عادی که یه 4 انگوش از زمین بلنده نبوده، صحرا بوده، زمین بوده. رو آدرسه که چند ذراع از این طرف چند ذراع از اون طرف میمدن، روی بو که استشمام میکردن قبر رو پیدا میکردن. زواری نبوده، 1 نفر میمده، 2 نفر میمده، 3 نفر میمده. میگفته باید دستتو قطع کنیم تا بریم، دستش میداده. اینا رمان نیست، اینا جوک نی. امام حسین خیلی مرید دارن، خیلی مرید داشتن، حالا هم دارن. وقت میدونید پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله چی گفتن؟ فرمودن تمام اینایی که تو زمینه ان الحسین فی السماء اعظم منه فی الارض. تازه اونجاها چه خبره؟ شماها تو این راهید، هنیئا لکم. من خجالت میکشم بگم من از شما تشکر میکنم. من کیم؟ منتظر نباشید کسی تشکر کنه. رئیس هیئت بهتون بگه احسنت. اگه رئیس هیئت به شما گفت احسنت، میخواد مقام خودشو پیش امام حسین بالا ببره. اگه من با خجالت به شما میگم به حسای خودم از شما تشکر میکنم، میخوام مقام خودم و فردا بگم یا ابا عبدالله من از خدامت تشکر کردم. شما منتظر نباشید. از این تشکرم احساس شخصیت نکنید، اینا شخصیت نیست. اونی که امام حسین تو دنیا و آخرت به شما میده البته نامرئیه، چون بناس مردم امتحان بشه. ز سرگذشتش گم به لب رسید جانم که هر چه کرده با من فراق کربلا. حسین حسین حسین